آموزش ساخت گجت بریم با هم ببینیم. یک مربع 25 در 25 گوشه‌های اضلاع رو تعیین می‌کنیم طوری که وسط کار 2 سانت میمونه. کلیت کار رو با یک کرو تعیین می‌کنیم. جایی که قراره خالی بشه رو با مداد براتون کشیدم. یه گوشیش دور تا دور کار میچرخونید خیلی راحت. جایی که قراره الان بمونه من براتون با ماژیک کلیت کار رو کشیدم. ببینید این سخت ترین کارشه. بعد اینکه ماژیک کشین شما میتونید ببرید پیش یه لیزر کار براتون کلیت کار رو یه همچین حالتی درست کنه. 19 و 25 خیلی مهمه. 25 دایره درست میکنه، یه 19 یا 18 درست میکنه، یه موتور گردون میخرین. این موتور گردون مواظب باشین رأسش با چرخش فرق میکنه. شما باید یه جوری سوراخ کنین که این وسط بیفته. حالا کلیت کار رو براتون میچسبونم. بعد اینجا خیلی مهمه، یه چوب میگیریم به قطر یکسان، زیرشو فارسی میکنیم، یک بار سعی تلاش میکنین. شما دقت کنین باید موتور چرخونتون رو روشن کنین. کارتون میشه این.